از اون ویدیوهاست که آرزو میکنم برسه به همه دخترها و مادرهای سرزمینم. آخرش میفهمید چرا. یه دیالوگ عجیب بین یک مادر و دختر درباره مادر بوده. دخترک میپرسه مامان بودن چجوریه؟ مامان جواب میده مامانا احساسشون خیلی قویه. دخترک میگه من که بلد نیستم احساسم قوی باشه. مامان جواب میده بلد شدنی نیست، باهات به دنیا میاد. دخترک باز میپرسه فقط با من؟ مامانش میگه نه، با همه دخترها به دنیا میاد. بعد ادامه میده مامان بودن یعنی مهربون بودن، یعنی عاشق بودن، یعنی قوی بودن، یعنی مراقبت کردن، یعنی خیلی چیزایی که فقط باید دختر باشی که بفهمی. دخترک میپرسه چرا دختر؟ اینجا مادر یه چیزی میگه که شگفت انگیزترین نگاهیه که تا با حال از یه دختر شنیدم. مامان جواب میده چون یه چیزی توی وجود دخترها هست که دست و پا و چشم و گوش و مغز و قلب همه آدما اونجا درست میشه. و ضربه نهایی اینجاست، جایی که دختر میپرسه یعنی خونه خدا اونجاست؟ و مامان جواب میده یکی از خونهاش. درست فهمیدی، منم از تعبیر رحم به خونه خدا شگفت زده شدم. بریشی از کتاب دختر نیستی که بفهمی.